زن در ملکیت خود، در مال خود کاملا استقلال دارد. همه اتفاقا یگانه همه پول خود را یک باره وقتی به کسی هدیه دادنی شد، یگانه در مذهب امام مالک میگن زن تمام مال خود را نمیتواند بدون اجازه شوهرش صدقه کند، از یک قسمش را میتواند. اما این فقط در مذهب امام مالک. در دیگر مذاهب زنها کاملا وقتی پول خود را دارن، یعنی پول شوهر را نه، پول شخصی خود را دارن، چی کار خواهند با آن پول میکنن؟ پولی که خودشان کسب کردن، پولی که به آنها کسی هدیه داد، پولی که به آنها کسی میراث داد، یا پولی که برایشان دولت جدا کرده است. این پول حق حلال زن هست و هیچ احد الناس، حتی پدر هم حق ندارد که به دختر بگوید که این پولت را تو این میکنی تو آن میکنی، مگر اینکه دخترک سفیه باشد. و معنای سفیه آنه که طرز معامله کردن، داد و گرفت کردن با پول را ندارد. اینجا مسئله میراث، مسئله حقوق زنها، خیلی که درباره میراث گفتم، زن فقط از پدر و مادر خود نه، از فرزند خود هم مثل شوهرش میراث میگیرد، از شوهرش هم میراث میگیرد، شوهر هم از زن خود میراث میگیرد. اگر برادرش فرزند نداشته باشد از برادرش هم میراث میگیرد. اما میراث زنهای ما کجا رفت؟ زیر خاک رفت، یا اینکه نابودش کردیم، یا اینکه گفتیم که این آیت ها برای تاجیکستان ما است. اگر در تاجیکستان یک مهر معینی رو قانون تاجیکستان تکیه به شریعت و میگفت که در شریعت که ما همه مسلمان هستیم، میگوییم و همه داد و پیغام داریم که ما کشوری مسلمان تاجیکستان هستیم، اگر میگفتن که ما قانون شریعت رو در مسئله مهر در تاجیکستان جاری میکنیم، میدیدید که زنهای زیاده پس از ازدواج الکی صاحب پول می شدند و به جای آن کرته هایی که آنها فریب خوران 1001 کرته پوشیده می گردند، در جیبشان یک مقدار پول می شد، حد اقل برای معالجه خود از آن خرج می کردند. ولی این ذمه، یا گفتیم این حقوق مالی که فرض است برای مردها، تقریبا وجود ندارد، یا طوری وجود دارد که با آن پول به درد کسی نمیخورد. پس از مرگ پدر، علل خصوص پدر ثروتمند باشد، برای برادر 3 خانه و 2 حوله هست، برای دخترک هیچ چیز نیست، شاید یگان انگشتری باشد، شاید چیز دیگری باشد و این بیچاره دخترک با شوهرش زندگی میکند. خدای نکرده شوهر اگر طلاقش را داد، مثل ببخشید یک گدای در خانه برادر آمده زندگی میکند و برادر هم با 101 منت آن خواهر را قبول میکند، در حالی که همین خواهرت حق دارد به همین خانه، به همین خواهر الله حقش را داده است. و کجا از اون پدرهایی که به این مسئله نگاه نمی کنند؟ قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل. به نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان و بینندگان عزیزی برنامه های ما، برنامه های کانال پیام و اینچنین برنامه های ترازوی عمل و برنامه های آستانه، امروز برای شما با موضوع آمدم که درباره عهد و پیمان است. وفا کردن، پابرجا داشتن عهد و پیمان. عهد و پیمان را داشتن و به وعده های خود وفا کردن و عهدهایی که به دیگران دادیم آنها را در وقتش، در جایش و مدتی که آن عهدها هست با هم آنها را اگر ما نگاه داریم، میبینیم که رابطه در جامعه، چی در بین مردم باشد، چی در عائله باشد، چی در بین حکومت و مردم عادی باشد، چقدر قوی می شود و چقدر صمیمانه و بی‌غرض می شود. از اینکه وفا کردن به عهد،
اصل ثبات و قوی گشتن رابطه بین مردم است. بارها و بکرات در قرآن کریم و احادیث پیامبر درباره به عهدهای خود شما وفا کنید و هرگز پیمانهایی که شما بسته اید آنها را نشکنید آیت‌های آمده است. و حتی در مسئله عهد و پیمان اگر نگاه کنیم، هر جایی که یا کوچکترین چیز، هر عائله‌ای که در آنجا پدر به عهدهای کرده خود وفا میکند، مادر به عهدهای کرده خود وفا می ایستد، فرزندان در عهدهای خود هستند، آن عائله به همدیگر اعتماد دارند، به همدیگر باوری دارند، بدون هیچ ترس زندگی دارند. و انا همین خیل اگر در جامعه نیست بین کارگر و کارده، بین افراد عادی، بین حکومتداران و نفران عادی، اگر عهدها در جایش باشد، ما میبینیم که چقدر در جامعه ما مردم به همدیگر در این مسئله اعتماد میکنند و آن شک و شبهه های هست و آن ترس هایی که ما داریم کیها از بین میرود. برعکس این، وفا نکردن به عهد و پیمان، خلاف کردن عهدهای کرده خود سبب می شود که جامعه تماما از یک سو اگر نگاه کنیم مثل جامعه هست، ولیکن اگر از نزدیک ببینیم آنها از همدیگر پراکنده و دور هستند. برای آنکه به عهد و پیمان از نزدیکتر نگاه کنیم و ببینیم که شریعت در این باره چی میگوید، بیاید به آیات‌های قرآن کریم نگاه کنیم. الله در قرآن کریم میگوید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای آنهایی که ایمان آوردید و وعده های کرده خود وفا کنید. و اینجا وقتی کلمه العقود آمده است یعنی تمام نمودهای عهد و پیمانی که شما کردید. و البته اینجا باید فرق کنیم که دو چیز داریم، یکی وعده دادن، دیگری عهد کردن. وعده دادن برای آینده میگویم فردا شاید برای تو از این کنم یا آن کنم، چیزی را برای آینده و ما وعده میدهیم. اما عهد با همدیگر اتفاق میبندیم، شرطنامه میکنیم که ما در همین چارچوبه قرارداد داریم یا همین شرط و شروط های هست که باید به این هر دو طرف رعایت کرده شود. و این گونه شرط و شروط خیلی به حیرت افتادم وقتی دیدم که در اکثریت کشورها حتی در ازدواج، روزی که عروس و داماد ازدواج میکنن، آنجا در حضور شاهدان، در حضور خویش و تبار با همدیگر عهد و پیمان میبندند. مثلا شوهر میگوید برای مثال اگر مبادا من تو را طلاق دادم اینها شاهد باشند که همین مقدار پول از آن توست. یا برای مثال زن میگوید که همه شاهد باشند که اگر مبادا در وقت بیماری من تو را ترک کرده رفتم بگذار مرا همه خائن بدانند. یا اینکه مبادا من اگر تو را ترک کردم همه شاهد باشند که صاحب فرزند گشتم، فرزند از آن تو می شود. یعنی عهد و پیمان های علکی در روز ازدواج هست و حتی پدر عروس با داماد نشسته با هم عهد و پیمان میکنند که در کجا خواهند زندگی کرد، در کدام شرایط دختر آنها زندگی را دوام میدهد، آیا میخواند کار میکند یا نه. این چیزها را در یک عهد و پیمان وثیقه حتی از با کاغذ و قلم و امضا اجرا میکنند و مردم در عهد خود پیمان خود هستند و روزی که بین آنها اختلاف می شود می روند به محکمه یا می روند به نزد قاضی یا سودیه و به آنجا شکایت می برند. بر اساس آن شرط و شروط او هم حکم میکند. ولی در ما این چیزها دیده نمی شود. شاید از چی باشد؟ شاید از این است که ما کیها فراموش کردیم عهد چی است، پیمان چی است، یا اینکه ما الکی عادت کردیم پیوسته شکسته شدن عهدها را مشاهده کرده. یعنی ما پای در پای در مشاهده آن هستیم که در کدام نهاد نباشد حتی در داخل خانه هم عهدها شکسته می شوند و پیمانها در جای خود نیستند و به آنها وفا کرده نمی شود. و اینجا وقتی الله میگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، تمام نمود عهد پیمان را در نظر دارد. چه عهد پیمانی که با همسر و با فرزندان میکنید، چه عهد پیمانی که با زیردستان خود میکنید، چه عهد پیمانی که در جای کار خود میکنید. الله میگه با تمام نمودی که شما عهد کردید با آن وفا کنید، در عهد خود بایستید، مبادا عهد شکنی نکنید. و چیزی دیگر این است که در آیت دیگر الله میگوید و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا، شمایان به پیمانهای بسته خود و به عهدهای کرده خود وفا کنید، مبادا عهد شکنی نکنید، زیرا شما مسئول هستید.
پرسیده می شوید و شما به جوابگری کشیده می شوید اگر عهد خود را یا پیمان خود را شکستید و آن را شما وفا نکردید. و به اینجا نگاه میکنیم که جزای نفرانی که به عهد خود وفا نمیکنند هنوز آخرت نرسیده در دنیا ما میبینیم. همه یا خائنشان میداند یا کسی به آنها باور ندارد، یا اینکه میبینید که آنهایی که عهد و پیمان را میشکنند کسی نمیخواهد با آنها در رابطه باشد. بارها میگویند با ما همکاری کنید، سر میز نشینید. یا حتی در داخل خانه هم وقتی از یک نفر بار شکستن عهد را دیدی میگویی این نفر که یک بار به من غدر کرد و خلاف کرد، بعید نیست که بار دیگر هم آن خیانت خود را کند. و این بدترین خصلت است وقتی مردم به تو اعتماد ندارند. بدترین خصلت است وقتی مردم میگویند او از اهل عهد و پیمان نیست. هرگز به سر مصلحت یا و یک اتفاق نامه با او راضی نشوید برای آنکه او اهل غدر است. انا اینجا میبینیم که آنهایی که در عهد و پیمان خود هستند حتی در دنیا هم همه به آنها اعتماد دارند. حتی نفرانی که در عهد و پیمان خود هستند بعضیا میگویند من از تو نه، از فلانی عهد و پیمان میگیرم، برای من او را حاضر بکن، برای آنکه من به تو باور ندارم، به آن نفری که در عهد و پیمان خود هست باور میکنم. و در یکی از آیات‌های دیگر الله میگوید انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعهد الله ولا ینقضون الميثاق. همانا صفت‌های خردمندان را، آنهایی که در حقیقت صاحب خرد حقیقی هستند، الله میگویند یوفون بالعهد، به عهدهایی که به الله بسته‌اند یا به عهد و پیمان‌هایی که با مردم بسته‌اند یا با کارگر خود یا با خویش و تبار خود به آن عهدهای خود وفا میکنند و هرگز عهدهای خود را نمیشکنند و عهدهای خود را خلاف نمیکنند. و عجیبش این است که ما عادت کردیم وقتی درباره اسلام صحبت میکنیم یگانه چیزی که می آید نماز جمعه آید، حج می آید، روزه‌داری می آید، سطر می آید، لباس های دیگر سنتی می آید. البته اینها همش از شعارهای اسلام هستند، ولی در عهد و پیمان خود بودن هم این صفتی که نباید از مسلمان کنده بشود، جدا بشود. مسلمان باید همیشه در پی وفا کردن به عهد و پیمان خود باشد. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که در مسند امام احمد است میگویند لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له. بدانید که اونی که امانت داری نمی کند، چه امانت های قولی چه امانت هایی که از چیز و چار است، او ایمان ندارد. و بدانید که اونی که عهد را وفا نمی کند او دین ندارد، او را از مسلمان هم حتی نشمارید. ولی البته نمیگیم که از دین خارج است. مسلمانی که دینش کاملا اینجا به نقصان آمده ایستاده است، برای آنکه عهد و پیمانی که بارها و بارها الله تاکید کرده است، پیامبر تاکید کردن، این را دارد عهد شکنی میکند. و چیزی دیگر این است که چون اکثریت شنونده های ما هم مهاجران عزیز هستند، اگرچه از تمام بیننده هایی که از داخل کشور هم هستند خیلی منتدار هستیم، زیادی ها بعضی از برادران، من نمیخوام در حق کسی زیاده روی کنم، یعنی آنهایی که حتی درباره تاریخ پیامبر خبر ندارند اینجا آمدند میگویند با کفار عهدی که کردید نباید وفا کنید. و وقتی ما میگیم عهد و پیمان، این عهد و پیمان فقط بین مسلمان هاست و با کفار یگان نمود عهدنامه اگر کردید یا شرطنامه یا امضای به آن شما کی خواستید می توانید خلاف کنید و آن عهد را هرگاه خواستید بشکنید. گویا که از شریعت یک دلیل واضح برای خود دارند، یا از حدیث یا از آیتی که نترسیده نفرانی هستند که عهدی که با کفار کرده هرگز از پی او نشو، می توانی هر زمان خلافش کنی. ولی اگر به زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه کنیم، بهترین نمونه که در وفا کردن به عهد آن هم با کفار هستند این پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد. از اول اینکه پیامبر شدن تا مرگشان پایبند عهدنامه های بودند که با کفار بودند، یعنی عهد و پیمانی که با یهودها بستند، با مشرکان مکه بستند، این چنین با نصارا بستند. در این عهدها همیشه بدون هیچ غدر و بدون هیچ خلاف
پایبند این عهدهای خود بودند. از همه چیز عجیبش این است که زیادی از وفا کردن به عهد را ما در غزوه بدر میبینیم. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم به غزوه بدر، به آن اولین جنگی که بین مسلمان ها و کفار مکه می شود آماده می شوند و در آنجا عدد مسلمان ها البته کم بود و عدد دشمن زیاد بود. یک بار حذیفه ابن یمان همراه پدرشان مسلمان گریخته از مکه می آیند به مدینه و در وقتی که پیامبر همراه اصحاب الکی آماده بودند و میخواستند راه سپار شوند، حذیفه میگویند پیامبر الله، وقتی من داشتم از مکه به مدینه می آمدند، مرا مشرکان داشتند، پیش راه مرا گرفتند و گفتند تو میخواهی بروی و همراه محمد صلی الله علیه و سلم علیه ما بجنگی؟ و من گفتم نه، من فقط میخوام در مدینه زندگی کنم. آنها گفتند پس به ما عهد بده که اگر محمد علیه ما برخیست تو همراه او نمیشوی، تو همراه او به جنگ نمیروی. حذیفه میگویند من عهد دادم و به پیامبر میگویند که پیامبر الله، الان من به یاد عهدم افتادم. شما که همراه صحابگان میروید و صحابگان زیاد دیگر جان میزدند تا که در این غزوه اشتراک کنند، اولین فرقانی که بین مشرکین مسلمان ها هست. حذیفه گفتند من به یاد عهدم افتادم، اون عهدی که من به مشرک ها کردم چی میشود؟ پیامبر میگویند در عهد خود بایست، تو همراهی ما نرو. و عجیبش این است که با اون که عدد مسلمان ها قلیل بود، کم بود، پیامبر نمیگویند او مشرکای مکه چه اهل عهد و پیمانی هستند، آنها رو به عهد و پیمان چی است، بیا به نزد ما برویم تا که شاید شهادت نصیب تو گردد. نمیگویند عهد و پیمانی که کرده بی بسته‌ای و اون وفا کن. وقتی به آنها گفتی در جنگ اشتراک نمیکنی، در جنگ اشتراک نکن. و حدیث در صحیح مسلم است و بالاترین دلیل هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی صحابگان خود را امر میکردند که شما به کفار عهد بسته باشید، هم اگرچه در آن عهد بعضی نازکی هایی هست که در دین و دین خلل دارد، مثلا قفاکشی کردن از جنگ یا از جهاد، در آن هم گفتن نه حذیفه، در سر عهدت باش و وقتی عهد کردی آن را نشکن. و چیزی دیگر این است که وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم سال 6 هجری با مشرکین مکه عهد و پیمان میبندند که بین ما 10 سال جنگ نمی شود، شما علیه ما نه، ما علیه شما بر نمیخیزیم، در آنجا یک چند شروط و شرطنامه ها بود. یکی از شرطنامه هایی که در آنجا بود این بود که هر کسی که مسلمان می شود و از مکه به مدینه یا به نزد پیامبر می آید، پیامبر او را باید برگرداند به نزد خیش و تبارش یا به نزد مشرکان. برعکس هر کسی که از مسلمان ها از دینش برمیگردد و به مکه می رود، آنها او را بر نمیگردانند. انا در اینجا میبینیم که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم انا همین شرطنامه رو می نوشتن و این شرطنامه همراه سهیل ابن عمرو بود. سهیل ابن عمرو همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم این شرطنامه ها رو می نوشت که هر کسی که مسلمان شده آمد محمد برمیگرداند. در همین وقت نوشتن شرطنامه ابو جندل پسر سهیل مسلمان شده گریخته از دست مشرکای مکه می آید و خود را به پیامبر می رساند و خود را به آغوش مسلمان ها پرتافته می گوید وای داد که من چقدر در مشاکل و مصائب بودم، الان باشد من از دست آنها خلاص شدم، من نجات یافتم، من به نزد شمایان آمدم. ولی در اینجا الکه شرطنامه نوشته شده است که هر کسی که مسلمان شده آمد ما او را برمیگردانیم. سهیل که پدری همون ابو جندل بود و پیامبر نگاه کرده میگوید محمد این اولین کاری که تو برای اجرا کردن عهد خود انجام میدهی، ابو جندل پسری مرا برمیگردانی. پیامبر میگوید ابو جندل تو باید برگردی به مکه. ابو جندل داد و فغان میکنن که مسلمان ها پیامبر الله من به چه مشکلات دچار شدم، من الان نجات یافتم و آمدم، چرا مرا برمیگردانید؟ لیکن پیامبر در عهد خود می ایستند
وفا میکنن، میگویند ما الکی عهدنامه کردیم، من از اهل غدر و عهدشکنی نیستم، اگرچه با کفار باشد هم اینجا ضرر بالای تو است، ولیکن تو باید برگردی، اما بدان که برای تو الله فرجا مخرجا، برای تو یک کشایش نصیب میکند و تو هرگز دل شکسته نباش. و ابو جندل در اینجا به مکه نه، به یک طرف دیگر گریخته می روند و در آنجا نشسته به مشرکین اونقدر زیادی حمله میکنند که دیگر مشرکان بعد از چند مدتی آمده میگوید محمد ابو جندل رو به نزد خودت بگیر، او ضرر زیاد به ما رسانیده ایستاده است. و در همین جا یک بار ابو بصیر نفر دیگر هم بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه این عهدنامه رو میبندند برمیگردند به مدینه. یک نفر دیگر با نام ابو بصیر و مدینه می آید، گریه کنان خود را به آغوش مسلمان ها می پرتوید، می گوید من از مکه فرار کردم، من از دست مشرکین فرار کردم، الحمدلله که مرا به شما رسانید. دیر نگذشته از پی او دو نفر دیگر می آیند از اهل مکه و می گویند محمد ابو بصیر را به ما بفرست، برای اینکه تو عهد و پیمان بستی با ما، تو باید بفرستی. ابو بصیر میگوید پیامبر الله مرا به کجا میفرستید؟ من که تازه از دست آنها نجات یافتم. ولی پیامبر میگویند عهد است، پیمان است، تو باید برگردی. و ابو بصیر هم میگریزد و در راه به نزد ابو جندل رفته پیوست می شود. و به اینجا نگاه کنیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم هرگز در این عهدهای خود یگان ذره خلاف هم نکردند، خلاف کردنی هم نبودند. و حتی پس از 1 سال وقتی به عمره می روند، در آن شرطنامه‌ای که بین مشرکین بسته بودند نوشته شده بود که تو سال آینده، این سال نه، سال آینده تو به عمره می آیی محمد همراه صحابگانت یا همراه دوستانت دویم، ولیکن از 3 روز زیاد تو در مکه باقی نمیمانی. مدتی اقامت شما 3 روز است و همراه خود سلاح نمی آورید مگر یک شمشیر که آن هم پنهان است در داخل غلافش. پس از 1 سال پیامبر صلی الله علیه و سلم سال 7 هجری با 2000 صحابگان خود به مکه می آیند. اولین عمره خود را آن هم پس از 7 سال فراق از وطن انجام می دهند. وقتی روز 3 می شود، نه پیامبر نه مهاجران دیگر نمی خواهند مکه را ترک کنند، برای اینکه 7 سال است که اینها از وطن دور بودند، از خانه در خود دور بودند و زمین مکه، محیط مکه، آن بوی وطن و آن احساسی که انسان پس از سالهای دوری می آید، تماما احساساتی است که انسان نمی خواهد در 3 روز کوتاه از دست دهد. و در همین پس از 3 روز به حضرت علی مشرکین میگویند برو به خویشت، یعنی به محمد صلی الله علیه و سلم برسان که الان مکه رو ترک کند. دیگر 3 روز گذشت، او عهد و پیمان بسته بود. و پیامبر وقتی حضرت علی آمده میگویند پیامبر الله و ما گفته ایستادند که شما عهد و پیمان بسته بودید، 3 روز شد دیگر باید بروید. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند عهد در جایش هست، بیایید با هم میرویم. و صحابگان را میگیرند، پس از 3 روز از مکه خارج می شوند. و تصور کنید که پیامبر همراه 2000 صحابه بودند، 2000 صحابه جنگاور، و می دانستند در همین جا بگویند که دیگر عهد نیست، پیمان نیست، وطن ما هست، اینجا خانه های ما هست، اینجا خیش و تبار ما هست، ما اینجا میمانیم، کسی از شما حق ندارد که ما را از وطن خود بیرون کند. و سالهای پیش بود که ما خیلی ضعیف بودیم، اکنون که ما دیگر قوی هستیم، اکنون زور ما به شما میرسد، ما میتوانیم شما را نابود سازیم. ولی پیامبر میگن عهد در جایش هست، پیمان در جایش هست. 3 روز که گذشت ما دیگر راه سپار میشویم. و پیامبر همراه صحابگان خود پس از 3 روز وطنی که پس از 7 سال به آن قدم نهادند ترک میکنند و همراه صحابگان به مدینه برمیگردند. و اینجا شاید بعضی صحابگان میگفتن که پیامبر الله حداقل 1 هفته بیستیم، زیادی بیستیم، ما که نو آمدیم، بعضی خیش و تبار دارن که آنها را باید ببینند. ولی پیامبر میگن ما عهد و پیمان داریم، باید با هم برویم. و اینجا رو میبینیم که برجسته ترین نمونه در وفا کردن به عهدهایی که حتی با کفار است. حتی با کفار پیامبر وقتی با کافر عهد بستند و این گونه به عهد خود وفا کردند، پس چی گمان داریم اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم با عهد ایمان عهد ببندند و با آنها یگان در مسئله پیمان بسته باشند. و حتی حدیث دیگر است در نسائی، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند بدانید که
هر کسی که از شما یگان نفر رو به امان گرفت، یعنی به او گفت که من به تو ضرری نمیرسانم، پس از او به او ضرر برسانید و یا او رو قتل کرد، من از او بیزارم اگرچه کافر باشد هم. معناش این است که وقتی که کافر باشد هم تو عهد و پیمان بستی، حتما در عهد و پیمانت بایست، عهد شکنی نکن، پیمان شکنی نکن، مگر اینکه او عهدش رو شکست. بعد از این تو هم حتما باید عهدت رو بشکنی برای دفاع از خود و دفاع از حیثیت و از یک کشور و از دیگر امتی خودت باید در مسئله عهد شکستن تماما عقب نشینی نکنی. او که کرد حتما اینجا جزا را باید ببیند. برای همین پس از مدت وقت اهل مکه عهد را میشکنند، دیگر پیامبر میگویند فرا رسید همان روزی که انتظارش بودید، عهد را آنها شکستند، ما اکنون میتوانیم مکه را فتح بکنیم. و اینجا وقتی که درباره عهد و پیمان ها سخن میرود، عهد و پیمان پیامبر با همسر خود هم خیلی عجیب بود. مثلا به زندگی حضرت خدیجه نگاه کنیم، میبینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم اگرچه زنی که 15 سال ازشان بزرگ است ازدواج کردند، اون هم خودشان جوان بودند و هنوز ازدواج نکرده بودند، حضرت خدیجه رو مدام یاد میکردند و با همان عهد و پیمان هایی که با خدیجه داشتند تا مرگشان وفادار بودند. حضرت عایشه میگویند، حدیث در صحیح بخاری است، من به کسی همان نمودی که به خدیجه رشک کردم رشک نکردم. هر وقتی که قربانی میکرد پیامبر به دوگانه های خدیجه میفرستاد. هر وقتی که خواهر خدیجه یا فرزندان خدیجه، فرزندانی که از شوهر پیشترشان داشتن، یا اینکه یگان شناس خدیجه به خانه می آمد، پیامبر خنده کنان از جایشان برمیخستند که این همون خویش و تبار همسر من است. و این وفاداری پیامبر نسبت همسرشان حتی پس از مرگ همسر هم دیده میشه. امروز باشد وقتی میگوییم عهد و پیمان باید در جایش بایستد، وفاداری رو ما باید تا آخر برسانیم. اگر از اهل عهد و پیمان نیستی، وفاداری کرده نمیتوانی، پس نباید تو عهد بدهی یا اینکه با کسی پیمان ببندی. اما وقتی عهد بستی و پیمان ببستی، باید وفادار باشی، باید بر آن عهد و پیمانی کرده خود هرگز خلاف نکنی. و پیامبر صلی الله علیه و سلم با همسری که حتی وفات کرد، وفاداری خود را، عهد و پیمان پیشتره خود را هرگز نشکستند و میگفتند به دوگانه های خدیجه از این گوشت ببرید. با خواهر خدیجه یک صمیمیت داشتند، یک محبت داشتند. حتی فرزندان خدیجه را به آغوش میگرفتند که تو فرزند همان همسر من هستی که وقتی که کسی به من ایمان نآورد ایمان آورده بود، کسی به من کمک نکرده بود کمک کرده بود. و اینجا چیزی دیگر، همین مسئله رو من میگویم، عهد و پیمان باید از خانه ها شروع شود. ما باید عهد و پیمان رو در خانه های خود وفا کردن رو به کودکان خود با نمونه شدن خودمون، یعنی خودمون نمونه باشیم در وفا کردن به عهد و پیمان. و وقتی که فرزند وفا به عهد و پیمان رو در پدر و مادر خود میبیند، تا بزرگ گشتن و حتی تا مرگ او در عهد و پیمان خود باقی میماند. برای همین خیلی زیادی وقت میگویند من دیگر فرزندم را نمیتوانم با یگان وعده خوشحالش کنم، او دیگر به من باور ندارد، دیگر به فرزندم نمیتوانم چیزی مصلحت کنم. بدانیم که کودک با آن فطرت معصومی که دارد و چون وفا کردن به عهد پیمان این یک خصلت فطری است، یعنی انسان چگونه که شرم و حیا را دوست می‌دارد، نیکی کردن را دوست می‌دارد، ظلم را دوست نمی‌دارد، اینها را الله در قلب انسان در فطرتش آفریده است. دوست داشتن وفا کردن به عهد را هم انسان در قلب انسان آفریده است. برای همین نوابسته به اینکه تو چی دین داری چی فرهنگ داری، همه اهل خیانت را، آنهایی که در عهد و پیمان خود نیستند و عهد شکنی میکنند بد میبینند. و همه کدام ملت نباشد، آنهایی که در عهد خود هستند آنها را اهل وفا میدانند و دوست میدارند. کودک هم با آنکه کوچک است، عقل او مثل عقل بزرگان همه چیز را فرا نمیگیرد و یا جدا کرده نمیتواند، ولی تا حد عهد چی است، پیمان چی است میداند. باره با او درباره چیزی عهد کردید که اگر این کار رو کردی من به تو این کار رو میکنم، و یا باید تو وقت
این خیلی هستی، من حتما اینجوری معامله میکنم و این عهد خود را شکستیم، کودک دیگر یقین پیدا میکند که این از اهل وفا نیست و چگونه که امروز این کار را انجام داد، باز هم این کار را پدر و مادر من انجام میدهد و امروز سبب زیادی در عهد خود نایستادن، در پیمان خود نایستادن بزرگان سبب شد که در جوانها هم ما نمیبینیم که در عهد و در پیمان خود باشند. خیلی زیاد حتی در خانواده خود شکایت دارند و میبینیم که حتی همسری که 6 تا 7 تا فرزند دارد یا همسری که 50 سال با همسر خود بود، دیگر پس از همسر دیگر گرفتن یک و یک باره کلی اون عهد و پیمانی که با همسر یکمش داد فراموش میکند، نیکی های او را فراموش میکند، اون روزهای خوشش را فراموش میکند و از یاد تماما میبرارد که او کی بود و این زن با او چیکار کرد. گویا که تمام اون نکوهی ها از بین رفت. ولی اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما بهترین نمونه هستند که حتی همسری که وفات کرده بود سر عهد پیمان با او بودند و آن وفاداری خود را پس از مرگ همسر هم دوام دادند تا اینکه برای دیگران یک نمونه عبرت باشند. و چیزی دیگر این است که ما وقتی میگویم عهد و پیمان، گاهی می شود که شکستن عهد و پیمان نه، برعکس حتی بالای این خیانت رو میبینید. یعنی با کسی عهد و پیمان میکنید، با کسی رابطه دوستی میکنید، با کسی وقتی رابطه دوستی بستید، اغلقه این معنیش این است که شما به عهد و به پیمان داخل شدید که از پس همدیگر خیانت نمیکنیم، در نبودن همدیگر و همدیگر کارد و نش نمیزنیم. ولی اینجا میبینید که دوست ها وقتی دوستی بهتری پیدا کردن یا یک شرایطی بهتری پیدا کردن یا کارشان دیگر تمام شد، آنها عهد و پیمان های خود را، عهد و پیمان دوستانه خود را هم فراموش میکنند. و در این مسئله هم می توانیم از پیامبر مثال عجیبی بیاریم. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی در مکه بودند و در اون زمان به طائف رفته بودند برای دعوت کردنی اهل طائف، ولی اهل طائف پیامبر را قبول نمی کند و سنگسار کنان میراند. پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه زید ابن حارثه به مکه برمیگردند، ولی در مکه هم میدانند که اگر به مکه در آمدن مشرکین به ایشان ضرر میرسانند و پیامبر میگویند کاش یگان نفری باشد که مرا به حمایه اش گیرد. و در آن زمان به حمایه خود یک نفر را گرفتن این مسئله بود که همه به این احترام میگذاشتند. کسی از اهل آبروداران شهر اگر بگوید که فلانی در حمایه من هست، کسی به او ضرر نمیرساند. پیامبر میگویند که مرا به حمایهش میگرفته باشد تا من به مکه در امان داخل شوم، کسی به من ضرر نرساند. البته در اون وقت خیلی مسلمان ها ضعیف بودند و هر روز داشتن بالای مسلمان ها شکنجه را زیادتر میکردن. در این وقت زید ابن حارثه نزد یک چند نفر می رود که آیا می توانی پیامبر را به حمایت تطبیق گیری. کسی راضی نمی شود، اما یک نفر، مطعم ابن عدی که خودش اصلا مسلمان نبود، مشرک بود، او میگوید من محمد را به حمایه ام میگیرم و او را به مکه داخل میکنم و به فرزندان خود میگوید فرزندان زیاد داشت، شما به نزد کعبه بروید، اونجا که مرکز بود همه در آنجا بودن، و آنها بگوید که بدانید که پدر ما مطعم محمد را به حمایهش گرفته است، کسی حق ندارد به او ضرر رساند. و مطعم پیامبر و در این وقت پیامبر میشنوند، یعنی رضایت مطعم را، و به مکه در امان داخل میشوند. برای اون که الکی مطعم که صاحب جاه و مکانت و قوت بود، پیامبر را به حمایه خود گرفته بود و با همین به مکه داخل میشوند. اگرچه مطعم مسلمان نشد، اما این نیکی مطعم را هرگز فراموش نمیکنند. و در غزوه بدر وقتی خیلی زیاد از اهل مشرکین به اسارت مسلمان ها می افتد، پیامبر به صحابگان میگویند اگر مطعم زنده می بود، که الان او دیگر از دنیا رفته است، اگر مطعم زنده می بود و از من طلب میکرد که همین اسیرها رو آزاد کن، من به خاطر همان نیکی که کرده بود این اسیرها رو آزادش میکردم. یعنی نیکی یک نفر غیر مسلمان رو پیامبر در قلبشان داشتند و آرزوی وفا کردن به عهد یا گفتیم به خوبی جزای نیکی رو به نیکی دادن بودن. ولیکن مطعم رفته بود و پیامبر این رو
انجام ندادن. ولی که به صحابه ها میگویند این را شما باید بدانید که اگر مطیع می بود و از من چیزی میخواست، الان که دیگر من قوی شدم، دیگر من ضعیف نیستم، دیگر من هم میتوانم به آنها کمک کنم، کمک میکردم. و این مسئله رو عزیزان میبینیم که با صاحبکار کار میکنن. صاحبکار حتی مسلمان است، در عهد خود نمی ایستد و حتی بعضی کارگرها خودشان مسلمان هستند، صاحب کار هم مسلمان است، کارگرها کاری بهتر دیدن آن را ترک میکنند. از همه بدترش در عائله هم میبینید. حتی حالتهایی شده است که همسر خود را ترک میکند وقتی همسر بهتر را دید، و حالتهایی شده است که از بحر خویش و تبار خود میبرایم، در حالی که قوی ترین عهد و پیمان این عهد و پیمان خویش و تباری است که حتما باید خویش و تبار در عهد و پیمان خود در صله رحم، رفت و آمد و احوال پرسی بایستند. اما این چیزها از بین رفته است، کسی از عهد و پیمان خبر ندارد. هر روز پی در پی از این میشنویم که با کسی عهد کردند، عهد را شکستند، با دیگری عهد بسته ایستادند، آن عهد هم با 1001 بهانه از بین رفت. ولی باید عهد و پیمان از خانواده خود ما شروع شود. عهد و پیمان باید اولا عهد و پیمان با خود ما، با خالق خودمان، با پروردگارمان باشد. سپس عهد و پیمانی که با همسر خود، با کودکان خود، با دوستان خود، با خویش و تبار خود، اگر انسانی بالاتری هستیم، با زیردستان خود، این عهد و پیمان ها رعایت شود و در این وقت عزت پروردگار می آید و آنهایی که به عهدهای خود وفا می کنند در دنیا هم عزیز هستند، در آخرت هم خوار نمی شوند. برعکس این، جزای نفرانی که عهدهای خود را وفا نمی کنند، عهد شکنی می کنند چی است؟ پیش از همه خیلی که در حدیثی که در مسند امام احمد آمده است، پیامبر میگن حتی دین ندارد نفری که در عهد و پیمانش نمی ایستد. و عهد و پیمان کدام عهد و پیمانی نباشد، حتی عهد و پیمانی عروسی باشد، حتی عهد و پیمان بین زن و شوهر باشد، حتی با یک دوست داشته باشه یا با یگان اهل کارگران خود یا صاحب کار خود داشته باشه. ولیکن اینجا حدیثی که در ما هست، حدیث دیگر، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند بدانید که در روز قیامت وقتی تمام خلایق جمع میشوند، آنهایی که اهل خیانت هستند بیرق برداشته میشود که ببینید که همین بیرق فلان خیانتکار و با حرفهای کلان در آنجا نوشته شده است که این فلانی خائن است، یعنی فلانی هست که در عهد و پیمان خود نایستاد. بعضی از شراح حدیث میگویند، حدیث که در صحیح مسلم است، برای اون که زیادی ما خیانتکاران را نمیشناسیم، یعنی زمانی شده است که نفران خیانتکار باز متهمی هم میکنند که من وفا به عهدم بودم، یعنی من پایبند عهد خود بودم، ولی آن نفر آن را شکست. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم اینجا میگویند آن عهد و پیمانی که شما شکستید در روز قیامت آشکار می شود، با بیرق آشکار میکنند که انا این فلانی خیانتکار است که عهد و پیمان خود را خیانت کرده بود. و اگرچه آیت درباره یهودها باشد، ولیکن کلی انسان ها به این داخل می شوند. پیامبر صلی الله ببخشید الله میگوید فبما نقضهم میثاقهم لعنهم و جعلنا قلوبهم قاسیه. به سبب آنکه آنها عهد و پیمان خود را شکستند، چه عهدهای، اینجا عهدهایی که با الله بستند، عهدهایی که با دیگران بستند، لعنهم، ما آنها را لعنت کردیم، از رحمت خود دور کردیم، و جعلنا قلوبهم قاسیه، و قلبهای آنها را مثل سنگ کردیم. آنهایی که پی در پی عهد شکنی میکنند، به پیمان خود نمی ایستند، کدام نمود پیمان نباشد، اینجا کدام نمود پیمان نباشد، بدانند که جزای آن لعنت پروردگار است و جزای آن این است که قلب‌های آنها دیگر مثل سنگ می شود و آن یگان حکمت داخل نمی شود و آن یگان علم ریخته نمی شود، مثل سنگ است که دیگر هیچ چیز را قبول نمی کند. و البته که درباره آنهایی که خلاف عهد و پیمان می کنند ما چگونه معامله کنیم، این هم یک موضوع خیلی وسیع است، ولی از همین باید بدانیم که اونی که یک بار به عهد خود خلاف کرد و بار دیگر هم این را میکند. در اینجا باید مسلمان بداند که نباید از یک نفری که بار فریب خورده بار دیگر از او فریب بخوری، نباید از یک دوستی که بار تو را فروخت، که ما میگیم آدم فروش، اونی که در عهد پیمان نمی ایستد، و بار دیگر هم میتواند تو را بفروشد. ولی
برای در سر عهد و پیمان بودنمان که ما چیکار کنیم که در عهد پیمان خود بایستیم؟ اولا باید بدونیم که اگر اهل عهد و پیمان هستی، عهد و پیمان ببند. اگر اهلش نیستی، خود را رسوا نکن. مادامی که تو به عهد خود ایستاده نمیتوانی، نه به همسر خود، نه به فرزندان خود، نه به دوست خود، نه به کارگر و کارده خود، به کسی عهد نبند. وقتی که تو از عهده این نمیبرایی، ولی میدانی که از عهدهش میبرایی و یا از عهدهش برآمدن مشکل تر است، ولیکن در این وقت باید مرد باشیم، باید مسلمان باشیم، باید پیرو پیامبر باشیم و حتی عهدهایی که با کفار کرده ایم به آن عهدها وفا کنیم. نباید مایان اولین نفری باشیم که عهد خود را شکسته ایم. و اینجا عزیزان صحبت بود درباره عهد و پیمان و انشالله که از این درس ها یا از این صحبت ها هم گوینده هم شما مستفید باشید، فایده بگیرید. اگر موضوع های مهمی هست که میخواهید درباره صحبت کنید، میتوانید در زیرنویس از آن نظرهای خود را بنویسید. شمایان را به الله یگانه میسپارم. در پناه الله باشید. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. زن در ملکیت خود، در مال خود کاملا استقلال دارد. همه اتفاقا یگانه همه پول خود را یک باره وقتی به کسی هدیه دادنی شد، یگانه در مذهب امام مالک میگن زن تمام مال خود را نمیتواند بدون اجازه شوهرش صدقه کند، از یک قسمش را میتواند. اما این فقط در مذهب امام مالک. در دیگر مذاهب زنها کاملا وقتی پول خود را دارن، یعنی پول شوهر را نه، پول شخصی خود را دارن، چی کار خواهند با آن پول میکنن؟ پولی که خودشان کسب کردن، پولی که به آنها کسی هدیه داد، پولی که به آنها کسی میراث داد، یا پولی که برایشان دولت جدا کرده است. این پول حق حلال زن هست و هیچ احد الناس، حتی پدر هم حق ندارد که به دختر بگوید که این پولت را تو این میکنی تو آن میکنی، مگر اینکه دخترک سفیه باشد. و معنای سفیه آنه که طرز معامله کردن، داد و گرفت کردن با پول را ندارد. اینجا مسئله میراث، مسئله حقوق زنها، خیلی که درباره میراث گفتم، زن فقط از پدر و مادر خود نه، از فرزند خود هم مثل شوهرش میراث میگیرد، از شوهرش هم میراث میگیرد، شوهر هم از زن خود میراث میگیرد. اگر برادرش فرزند نداشته باشد، از برادرش هم میراث میگیرد. اما میراث زنهای ما کجا رفت؟ زیر خاک رفت، یا اینکه نابودش کردیم، یا اینکه گفتیم که این آیت ها برای تاجیکستانی ما است. اگر در تاجیکستان یک مهر معینی رو قانون تاجیکستان تکیه به شریعت و میگفت که در شریعت که ما همه مسلمان هستیم، میگویم و همه داد و پیغام داریم که ما کشوری مسلمان تاجیکستان هستیم، اگر میگفتن که ما قانون شریعت رو در مسئله مهر در تاجیکستان جاری میکنیم، میدیدید که زنهای زیاده پس از ازدواج الکی صاحب پول می شدن و به جای آن کرته هایی که آنها فریب خوران 1001 کرته پوشیده می گردن، در جای بشان یک مقدار پول می شد، حد اقل برای معالجه خود از آن خرج می کردن. ولی این ذمه یا گفتیم این حقوق مالی که فرض است برای مردها تقریبا وجود ندارد، یا طور وجود دارد که با آن پول به درد کسی نمیخورد. پس از مرگ پدر، علل خصوص پدر ثروتمند باشد، برای برادر 3 خانه و 2 حوله هست، برای دخترک هیچ چیز نیست، شاید یگان انگشتری باشد، شاید چیز دیگری باشد و این بیچاره دخترک با شوهرش زندگی میکند. خدای نکرده شوهر اگر طلاقش را داد، مثل ببخشید یک گدای در خانه برادر آمده زندگی میکند و برادر هم با 101 منت آن خواهر را قبول میکند، در حالی که همین خواهرت حق دارد به همین خانه، به همین خواهر الله حقش را داده است. و کجا از آن پدرهایی که به این مسئله نگاه نمی کنند؟ قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا،
احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل.